جابر نصیری میثم میرپسندیده رو میبینه، اصلا اجازه نفوذ رو به ما نمیدن. ما 9 نفر در خط دفاع، یه ارسال، حالا ضربه سر از کنار دروازه از همه رد شد. میثم میرپسندیده رو به عقب با محمد طالبی، کاملا شناور بازی میکنن بازیکن تیم ما. مرزا حیدری سمت چپ، میلاد پورمحسن، حالا ارسال بلند، ضربه سر دوباره ساییده میشه به سر بازیکن تیم ما. چرا نمیشینه این توپا؟ ضربه محمد طالبی میتونه دروازه باز بشه، داخل محوطه جریمه ما شده. مهاجم تیم مثل نوین شکل عالی و آزاد جعفرزاده یه لحظه رها کرد. پاس به جلو، میثم میرپسندیده میتونه وارد محوطه جریمه بشه. میثم میاد رو پای چپش، ارسال بلند، ضربه سر و باز هم ساییده شد. یه دونه از این سرها رو ما بزنیم میتونیم یکیچ پیش بیافتیم و قفل لحظه مثل نوین رو باز کنیم. محمد مختاری، میثم میرپسندیده پشت محوطه جریمه هستن بازیکنان ما. مرزا حیدری یه سانتر روی دروازه و باز هم ارسالش ناموفق است. دوباره مشت دروازه‌بان مرتضی حیدری استوب کرد و ضربه‌شو زد که خیلی اختلاف داشت با چارچوب روح الله صابری. جابر نصیری، سعید باقرپسند، محمد طالبی، عباس کندل که بازیکن کاملا او رو احاطه داره در دقایق بازی. جابر نصیری استوپش خوب نیست، رسید به مرتضی حیدری. میثم میرپسندیده، میثم با سعید باقرپسند، مرتضی حیدری میاره رو پای چپش، خیلی خوب صاحب توپ شدیم پشت محوطه، نتونستیم باز هم قفل دروازه روح الله صابری رو باز کنیم. یه پاس به جلو داخل محوطه جریمه، عباس کندل، یه ارسال، باقرپسند ضربه‌شو زد، مدافع حریف اصابت کرد. یه ارسال، آزاد جعفرزاده، ضربه سر بالای دروازه به بیرون رفت. میرسه به عباس کندل، عباس این دفعه خوب ارسال کن، توپش رسید به بازیکنان ما. این ضربه میلاد پورمحسن، حالا ارسال، ببینیم کدام بازیکن ضربه سر میزنه رو خط دروازه. توپو گرفت دروازه‌بان تیم مثل نوین کرمان، قطع شد بین راه. دوباره پاس به جلو، علی آل کسی، میثم میرپسندیده بازیکن او رو زد، خودش هم احساس ناراحتی میکنه. ما نباید تو بیرون بزنیم. خود محمد طالبی به سمت راست، عباس کندل، این دفعه چطور علی آل کسی و توی دروازه بالاخره از شر بازی سفر خلاص شده. اینم گل علی آل کسی، تعویض طلایی سیامک فرانی. 1-0 بالاخره ارسال عباس کندل ثمر میده. یک گل زیبا رو شاهد بودیم. داماش 1-0 پیش هست در دقیقه 78. رو به عقب با میلاد پورمحسن، باز هم میلاد با سعید کار میکنه. سعید طالبی، محمد طالبی، واسه اشتباه مرزا حیدری برای کدام بازیکن بود؟ یک زد حمله سریع، 4 در مقابل 3 هستن. پاس به جلو تک به تک شده با بازیکن ما. ماشاءالله جاسمه، باز هم فرصت هست و کورنر. حالا خطا اعلام میکنه، کمک پرچم زد، اولی ایستادگی کرد دروازه‌بان تیم داماش گیلان. تک به تک داره میشه. علی آل کسی، علی آل کسی ضربه‌شو میزنه، تو نرسید به خط دروازه بین راه. روح الله صابری توپو گرفت. ضربه بلند، 5 دقیقه تمام شده، چرا سوت رو نمیزنه؟ و حالا سوت پایان دیدار، برتری 1-0 تیم داماس گیلان در مقابل مثل نوین کرمان. ما با تکل علی آل کسی نخستین 3 امتیاز این فصل از رقابت‌ها رو دشت می‌کنیم. تیم داماس گیلان با نتیجه 1-0 پیروز این دیدار هست. امیدوارم که از گزارش این دیدار لذت برده باشید.